موشکاف امشب هر چی سلام و درود داره رو یه جا میفرسته واسه تمام زندانیای مقاوم هموطن، همونا که با دست و پای بسته جسم ناقص سیدعلی رو له و لورده کردن. زنده باد، دم همگی گرم. جان موشکاف ببینید سگ و سیلاهای سیدعلی چجوری به تته پته افتادن. اونطور که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته، رئیس سازمان زندانها که امروز برای بیان بعضی مطالب این کمیسیون اومده بود، درباره اتفاق روز پنجشنبه گذشته زندان اوین هم توضیحاتی داد. اینکه ابتدا زندانی‌ها به فضای باز هدایت شدن تا از فضای باز استفاده کنن. عجب. پس اوباش ولایت دنبال این بودن که زندانی‌ها از فضای باز استفاده کنن ها؟ واقعا عجب زندانبانای دلسوز و اعتدال مسلک و حقوق بشری داره این سیدعلی. خب بقیه‌اش؟ در این مرحله زندانیان 2 اتاق حاضر به خروج نشدند. این افراد که اغلب افرادی از جریان فتنه و نفاق بودند، شروع به مقاومت و ناسزاگویی علیه تیم بررسی کردند و این تیم که از افرادی غیر از کارکنان فعلی زندان هستند، این افراد رو از اتاق بیرون کردند. شفاف سازی رو داشتی؟ تیم بررسی که افرادی غیر از کارکنای زندان بودن پا شدن رفتن توی زندان که زندانی‌ها رو به زور ببرن فضای باز. بعدم یه عده زندانی که دوست داشتن تو فضای بسته بمونن شروع کردن به ناسزا گفتن به تیم بررسی. آخر کارم تیم بررسی که معلوم نیست از کدوم جهنم دره رفته تو زندان، زندانی‌ها رو بیرون کرده. و در جریان این کشمکش هیچ کس نه ضرب و شتم و نه مجروح شده. آها، پس قضیه اینطوری بوده ها؟ من که واقعا قانع شدم. زندانیای فتنه‌گر 2 تا اتاق رو بردن بیرون، هیچ کشمکش و ضرب و شتمی هم نبوده، هرچی هست تبلیغ دشمنای نظامه. فقط تنها مشکلی که این وسط هست سوتی دراکولای نظام پور محمدیه که از هولش یه چیزایی رو لو داده. بدبخت فرصت هماهنگی با رئیس زندان رو پیدا نکرده. خیلی نکیره. 1-2 نفر از زندانیان در بازرسی از اوین دچار جراحت شدند. این پاسخ مصطفی پور محمدی به سؤال خبرنگارانی بود که پیشتر از غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها شنیده بودند که هیچ کس در جریان درگیری‌های بند 350 بازداشتگاه اوین مجروح نشده است. تناقض برم هیه. ولی فقیه زبار در رفته نظام میخواست با حمله به زندانیا ضربه هایی که تو این مدت خورده رو تلافی کنه و یه زهر چشمی از ملت بگیره. بعدم امتیاز خبر هواخوری رو بده به شیخ فری که خرج اعتدالش کنه. اما زندانیای بامرام کنده ولایت رو همچین کشیدن و مثل هندونه کوبیدنش زمین که اون سرش ناپیدا. اینجا بود که سیدعلی از ترس اینکه یه وقت قضیه بیخ پیدا کنه و شیشه ولایت بترکه یه ابتکار بلایی زد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنا به درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان نسوان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند. اینجاست که باید به مقام عظمای وقاحت گفت یه سوتی، یعنی خودتی. آخه بدبخت فکر کردی با این فیگورای ضایع میتونی جلوی زلزله‌ای که تو راهه رو بگیری؟ کور خوندی عزی. ملت حساب تک تک این مشت و لگدایی که به زندانیا زدی رو صاف میکنن. یه چرخی تو بازار بزن ببین مزنه کرایه سوراخ موش چنده، چون هوا خیلی پسه. موشکار